باز کنین پلکتون رو لطفاً. خب ببندین لطفاً. یعنی افتادگی در این سطح بسیار شدید. عالی شد، دستتون مبارک. خانم چند روزه که شما این عمل رو انجام دادین؟ 8 روزه. راضی بودین از عمل؟ عالی بود. مشکلی پیش نیومد تو این مدت؟ نه. هیچ ردی از بخیه نمونده. بسیار عالی، بسیار عالی. بعد از 7 روز کشیدن بخیه، همینطور که ملاحظه می‌فرمایید هیچ ردی از بخیه نمونده و الان برایشون پرل ویتامین ای هم زدیم که این مقدار چرب بشه. خودشون هم تو آینه دیدن. باز کنین پلکتون رو خانم، ببندین مجدد. چطور بود به نظرتون؟ عالی بود. با سلام، از باباستر اومدم برای جراحی پلک چشام. خیلی چروک داشت، پلکم افتاده بود، خیلی اذیت می شدم برای دیدن. اومدم کلینیک دکتر VIP. الان 8 روزی که جراحی کردم، اومدم بخیه‌هامو کشیدم. خیلی راضیم، کارشون عالی بود، دستشون درد نکنه.